سلام، من کاترین اصلیان هستم و میخوام توی پیجم یه سری تجربیاتی رو که خودم دارم برای اولین بار بعضیاشون رو امتحان میکنم با شما شریک بشم و با هم یاد بگیریم. توی این ویدیو من میخوام چاپ تتراپک رو امتحان کنم و ببینم که نقاط مثبت و نقاط منفیش چیه، آیا با اون سبک کاری من تطابق داره یا نه. خوشحال میشم که توی این مسیر منو همراهی کنین و امیدوارم که برای شما هم مفید باشه. اولین قدم آماده کردن پلیت هست یا اون صفحه‌ای که ما میخوایم روش کار انجام بدیم و ازش چاپ بگیریم. پس من قوطی رو باز میکنم، گستردش میکنم و یک بخشیش رو حالا انتخاب میکنم. شما میتونین کل بسته رو انتخاب کنید. من حالا یه مقداریش رو برش زدم و متناسب با اون ایده اولیه که تو ذهنم بود بخشیش رو جدا کردم و طرحش رو انداختم روی یک کاغذ و توی اون کاغذ شروع کردم به اتود زدن تا اینکه طرحم به نتیجه برسه و اون چیزی که دوست دارم رو بهش برسم. اول میخواستم 2 تا پورتره کار کنم، اما برای اینکه تجربه بیشتری به دست بیارم توی تنوع خط، رنگ و بافت تصمیم گرفتم که به جای پورتره دوم یه فضا بهش بدم و شروع کردم به طراحی کردن تا به اون نتیجه دلخواه هم رسیدم. بین 2 تا پلیتی که برش زده بودم از قبل مردد بودم. بالاخره یکیش رو انتخاب کردم و با پنبه و الکل چربی های دستم رو از روش پاک کردم تا وقتی که میخوام با کاربن طرح رو منتقل کنم طرح با جزئیات بیفته و دردسر کمتری برام ایجاد کنه. روش های خیلی متنوعی برای انتقال طرح روی پلیت هست که حالا شاید یه ویدیو جداگانه براش درست کنم، ولی خب برای این کار انتخاب من کاربن بود. برای انتقال طرح پلیت رو روی کاغذ فیکس کردم، کاربن رو بینشون گذاشتم و با مداد نوک‌تیز شروع کردم به منتقل کردن طرح روی تتراپک یا همون کلیشم. دیگه الان طرح منتقل شده و حالا باید شروع کنیم به حکاکی کردن. من شروع کردم به کندن قسمت هایی که میخوام تیره باشه، همون جوری که تو طرح میبینیم خطوط تیره و سطوح تیره.
اوایلش یک مقداری برام مشکل بود چون نمیدونستم که چقدر باید این تیغ رو فشار بدم که باعث پاره شدن تتراپک نشه. از ابزارهای غیر حرفه‌ای مثل موچین هم استفاده کردم که بسیار بسیار به دردم خورد، به خصوص برای قسمت‌های ظریفی که باید کنده میشد. خیلی ابزار مناسبی بود. میدونم که این قسمت فیلم یه مقداری حوصله سربر شاید براتون باشه، برای همین یه سری تجربیاتم رو اینجا براتون به اشتراک میذارم. چیزی که من به دست آوردم توی این اولین تجربه‌ام با چاپ تتراپک این بودش که برای کارهای ظریف کاری خیلی مناسب نیست. یعنی اگر ما زیاد خطهای عمودی و افقی کنار هم بذاریم باعث میشه که کل اون سطح ور بیاد و برای اینکه بخوایم یه تعدادی مثلا چه میدونم 7 تا 8 تا 10 تا ادیشن بگیریم، از نظر شخصی من مدیوم خیلی مناسبی نیست. نهایتا تا 5 تا به نظر من جواب میده. اگر شما ظریف کاری داشته باشید یا سطوح ریز با بافت خیلی متنوع داشته باشید، یعنی بافتاتون خیلی ریز باشه، برای اینکه به مرور زمان من فکر میکنم که فشار دستگاه پرس و اینکه ما هی میخوایم روش رنگ بمالیم و سطحش رو پاک کنیم، حتما این لایه های حالت فویل مانند روی تتراپک رو خواهد کند. پایان مثبتش از نظر من اینه که خیلی سریع کار پیش میره، به خصوص اگه سطوح تیره یا روشن بزرگ داشته باشیم با جزئیات و ریزپردازی کم، خیلی خوب جواب میده. ولی باز هم از نظر شخصی من برای ادیشن‌های زیاد احتمالاً جوابگو نباشه. خب همونطور که میبینین من سعی کردم که با ابزار چاپ اینتالیوم روش بافت ایجاد کنم که حالا موقع چاپ میبینیم که خیلی جواب نداده بود و من مجبور شده بودم که هاشور بزنم. ولی خب تجربه جالبی بود. باید احتمالا فشار دستم رو بیشتر میکردم تا بیشتر تتراپک خراشیده بشه. که نظرمو خیلی جلب کرد این بودش که بعضی لبه ها خیلی بالا وای میسه و باعث میشه که موقع رنگ پخش کردن اطرافش احتمالا رنگ نگیره. برای همین من یه سنباده نرم برداشتم و اون قسمت هایی رو که فکر میکردم که نامناسب هست رو خیلی آروم سنباده زدم. من اینو جایی توی یوتیوب یا حالا این ور اون ور ندیدم و این چیزی بود که به نظر خودم رسید. حالا نمیدونم نتیجهش موقع چاپ چی میشه، ولی حالا با هم میبینیم دیگه که در آخر تأثیری اصلا داشته یا نه. تمام تلاشمو کردم که با احتیاط سنباده بزنم چون میترسیدم که مثل چاپ فلز این خراش ها روی کار بیفته و کار رو چرک و کثیف کنه، ولی باز هم تا یه تست ازش نگیریم مشخص نمیشه تاثیر سنباده روی پلیت چی بوده. همونطور که تو ویدیو دیدین تا حالا من روند طراحی کردن، انداختن طرح روی همین تتراپک و این کنده کاری کردن و خراش دادن رو روش نشون دادم و دیدین. اولین چیزی که همین الان میبینیم اون قسمت هایی که خط تا داره با قلتک خوب رنگ نمیگیره، پس حتما باید از امدادهای غیبی هم کمک بگیریم.
یه چیز دیگه هست، به قول خارجی اوورلپ داره، میبینین این خط میفته. حالا ببینیم که چجوری از آب برمیاد. من سعی میکنم قلتک رو در راستای این خط تاها بذارم، ولی خب این قسمتی که مثلثی شکل رو واقعا نمیدونم که میگیره یا نه، که انگار گرفت. حالا یه ذره که آدم مهارتش بیشتر بشه، قلق تتراپک بیاد دستش، حتما میتونه خیلی استفاده بهتری ازش انجام بده. من چون اولین تجربم هست هنوز نمیدونم که باید چی کارش کنم. خیلی خوب، بریم که چاپ رو بگیریم. فکر میکنم برای تست خوب باشه جاشم بزنیم. این اولی کار منه، برای همین نمیدونم که فشار دستگاه مناسب هست یا نه، ولی ببینیم که چی میشه. مقوای معمولیه و خیسش هم نکردم. حالا باید یه ذره از لحاظ بستری صاف و صافتر بیاد، بهتره که اینو بذاریم اینجا. دستگاه خیلی کمه ولی جا کنیم ببینیم که در چه وضعیتیه. خب این چاپی بود که ما قسمت‌های برجسته رو رنگ گذاری کردیم. این پلیته